به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و آیا خبر موسی به تو رسیده است؟ هنگامی که از دور آتشی مشاهده کرد و به خانواده خود گفت اندکی درنگ کنید که من آتشی دیدم، شاید شعله‌ای از آن برای شما بیاورم یا به وسیله این آتش راه را پیدا کنم. هنگامی که نزد آتش آمد ندا داده شد که ای موسی، من پروردگار تو هم، کفش‌هایت را بیرون آر که تو در سرزمین مقدس هستی و من تو را برای مقام رسالت برگزیدم. اکنون به آنچه بر تو وحی می شود گوش فراده. من الله هستم، معبودی جز من نیست. مرا بپرست و نماز را برای یاد من بپادار. به طور قطع رستاخیز خواهد آمد. میخواهم آن را پنهان کنم تا هر کس در برابر سعی و کوشش خود جزا داده شود. پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس‌های خویش پیروی می‌کند تو را از آن باز دارد که هلاک خواهی شد.